اگه با شما خوب نیستم. حالا تو چی کار داری؟ چرا در مورد خارجی ها اینجوری گفتی؟ بگید جمعش که خودت گرفتی اسیر غزه و لبنان و کسیش خارجی ها الان تا فاز اروپا سری میگیرن. رشته کلام از دست من بردیم با آرکوس. انقدر خود درگیری داریم که اصلا این کلاه چیه چند روز سرت میذاری؟ داستان این کلاه چیه؟ میدونم هر کی که هرچی بفرسته که تو نباید بگیری کلت کنی که خودت مثل نمکی کسکش کردی. که سمندون یادتونه؟ سمندون بود میرفت زیر زمین خواهی آدم جفت میشد. واو سمندون یادم اون موقع نگاه میکردم سمندون. آره کارتون پسر شجاعم خیلی دوست داشتم. با حنا دختری در مزرعه گریه میکردم، بچه بودم افسرده بودم دیگه.